سلام دوستان. ما فکر میکردیم سید علی وافور فقط به دود و باقی نشء جاد محدود میشه، اما اینطور که پیداست عظما به مذاکره هم معتاد شده. یعنی الان وضعیت طوریه که از بالا تا پایین همه کشته مرده مذاکراتن. ورق پاره های کوسه که دیگه نگو، له له میزنن واسه مذاکره. مهم نتایج مذاکرات نیست، مهم نفس آن است که عملی که تاکنون غیر ممکن به نظر می رسید اتفاق افتاده است. حتی اگر این مذاکرات هیچ حاصل و دستاوردی نداشته باشد، در فضای سیاسی ایران پس از انقلاب یک تحول اساسی به شمار می رود. آقا بفرمایید، موشکاف دیگه چی بگه؟ نظامی که یه زمان گلو پاره میکرد که شیطان بزرگو نمیدونم زیر پا میذاریم و ال میکنیم و بل میکنیم، حالا کارش به جایی رسیده که مذاکره با شیطان بزرگ، اونم به صورت درازکش، شده تحول اساسی. بابا بابا. گفتگوهای ژنو نقش شاه بیت را در مذاکرات بازی می کند. تمام طرفهای درگیر در پرونده هسته‌ای ایران پذیرفتند که دغدغه آمریکا مهمترین بخش این پرونده است. اوه آقا دیگه آش خیلی داره شور میشه. با نرمش قهرمانانه شروع کردن، حالا کارشون کشیده به سینه چاک دادن واسه دغدغه‌های آمریکا. حرف آخر جماعت جام زهری رو از زبون اولاغچی بشنوید که جان کلامه. اولیش حقوق ملت ایران هست، خط قرمز نهایی ماست، به هیچ وجه قابل خدشه نیست. احترام به این حقوق باید در هر شرایطی صورت بگیره. غنیسازی باید ادامه پیدا بکنه. مواد از کشور خارج نخواهد شد. راکتور عراق آب سنگین باقی خواهد بود و حالا از این قبیل که وجود داره، به هیچ وجه تغییر نکرده و تغییر هم نخواهد کرد و ما انشالله با تحقق این خطوط قرمز به توافق نهایی میرسیم. اگر هم نرسیدیم، همونطور که من گفتم، دنیا با آخر نرسیده، هیچ فاجعه ای رخ نمیده. از صغرا کبرا چیدنهای این دیپلمات شپشو که بگذریم، میرسیم به جمله آخرش که یه ترجمه موشکافانه لازم داره. اول فکر کردم میخواد تاقچه بالا بذاره و بگه دیگه مذاکره خبری نیست، بعد دیدم نه بابا، حال این جستم نداره. میگه اگه به توافق نرسیم فاجعه ای رخ نداده، یعنی دور بعدی مذاکره که هست. به هر حال زهر سر جاشه، حالا ممکنه غلظتش بیشتر بشه. از همه تماشایی تر فیس دلواپسان نظامه. از یه طرف مثل بید میلرزن که مبادا مذاکره به هم بخوره و وضعیت قراشمیش بشه، از طرف دیگه هم دلواپسن، میترسن بعد از این همه نرمش و قیر و قمیل طرف حسابات دوغم کف دست عظما نذارن. نمونهش حرفای این یارو تو استبل مجلسه. مطلب دیگر بحث مذاکرات هسته ایران با غرب و امریکا که در حال انجام است. این رو در نظر داشته باشد امریکا که اگر به زیادی خواهی های خود در محدود کردن توانمندی های صلح‌آمیز هسته جمهوری اسلامی ایران ادامه دهد، ما به عنوان نمایندگان ملت عزیز ایران دولت را موظف خواهیم کرد با حجم و سرعت بیشتری نسبت به گذشته همه ظرفیت های هسته ای را از جمله غنیسازی 20% رو فعال نماید. منظورش اینه که اگه دار و ندار نظام و دادیم و هسته مستر و مالوندیم، بعد با این حال آمریکا چیزی دستمون نداد چی؟ اگه تحویلمون نگرفتن چی؟ خب این سوالیه که کوسه هم براش جواب نداره، جز اینکه عظما رو خرکش کنه و ببره واسه مذاکره، هی مذاکره، هی مذاکره تا آخرین قطره جام.